وقتی حرف از صرافی ارز دیجیتال تو ایران میشه، یه اسم از همه بزرگتره، نوبیتکس. ولی سوال اینجاست، این غول ایرانی یه فرصته یا یه ریسک بزرگ؟ امروز میخوایم دقیقاً همین موضوع رو بررسی کنیم. ببینید، همین سواله که واقعاً کاربرا رو دودل کرده. از یه طرف خب یه راه آسون برای ورود به دنیای کریپتوه، ولی از طرف دیگه نکنه یه سری ریسک‌های پنهان داشته باشه که بعداً کار دستمون بده. بریم با هم یه نگاه عمیق‌تر بهش بندازیم. خب، پس بریم سر اصل مطلب. اول از همه اصلا نوبیتکس از کجا پیدا شد؟ چطوری شد که انقدر بزرگ شد؟ داستانش خیلی چیزا رو در مورد وضعیت امروزش بهمون میگه. باید برگردیم به سال 96. اون موقع تحریم‌ها دسترسی به صرافی‌های خارجی رو تقریباً غیر ممکن کرده بود. اینجا بود که یه عده از بچه‌های دانشگاه شریف یه ایده به سرشون زد. اونا نوبیتکس رو فقط به عنوان یه بیزنس ندیدن، بیشتر یه راه حل بود برای یه مشکل بزرگ، یه پلتفرم ایرانی و امن. این که تونستن گواهی دانش بنیان بگیرن هم نشون میده کارشون از نظر فنی واقعاً حساب شده بوده. خب، چی باعث شده نوبیتکس انقدر محبوب بشه؟ یعنی چه وعده‌هایی به کاربرا داده که میلیون‌ها نفر رفتن سمتش؟ بیایم ببینیم روی کاغذ چه چیزهایی نوبیتکس رو انقدر جذاب کرده. نکته جالب اینجاست که نوبیتکس یه جا وای نایستاده. از همون اول که راه افتاد، دائم در حال آپدیت بوده. از گرفتن اون گواهی مهم تو سال 1400 بگیر تا اضافه کردن امکانات خفنی مثل استیکینگ و فروش تعهدی تو سال 1402. این یعنی تیمش دنبال اینه که از بازار عقب نمونه. و اما برگ‌های برنده نوبیتکس، مهمترینش که واقعاً کار رو برای همه راحت کرده، همین واریز و برداشت مستقیم ریالیه. دیگه لازم نیست درگیر صرافی‌های واسط و دردسراش بشی. اینو بذارید کنار یه رابط کاربری ساده، پشتیبانی از کلی ارز مختلف و خب اون وعده پشتیبانی شبانه روزی. معلومه چرا برای یه تازه کار خیلی وسوسه انگیزه، نه؟ اما خب همه اینا روی کاغذه. واقعیت چیه؟ اینجاست که قضیه یکم فرق میکنه. حالا وقتشه بریم سراغ اون روی سکه، یعنی تجربه‌های واقعی کاربرا و گله‌هاشون. و اینجاست که به یکی از پرتکرارترین شکایت‌ها میرسیم. این حرف یه کاربر واقعیه و خب خودش گویای همه چیزه. فکرشو بکنید، بازار داره میریزه. شما باید سریع کاری بکنید، ولی 1.5 ساعت تو صف چت منتظرید. تو دنیای کریپتو این فقط کلافه کننده نیست. این یعنی ضرر مالی، یعنی فاجعه. و این یه مشکل دیگه است که خواب رو از چشم هر تریدری میدزده. پلتفرمی که بهش اعتماد کردید درست تو لحظه‌ای که بازار داره بالا پایین میشه و از همه مهمتره از کار میفته. این کاربر میگه همین قضیه 30% بهش ضرر زده. واقعا وحشتناکه. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی از شکایت‌ها داشته باشیم، میرسیم به این موارد. پشتیبانی که خیلی کنده یا اصلاً جواب نمیده. هنگ کردن سایت درست وسط نوسانات بازار. احراز هویت طولانی و رو اعصاب. کارمزدی بالا و تأخیر تو واریز و برداشتا. اینا دیگه مشکلات کوچیک نیستن، نه؟ اینا دقیقاً چیزایی هستن که میتونن هم وقتتون رو تلف کنن و هم مهمتر از اون پولتون رو. اما با تمام این حرفا، یعنی پشتیبانی ضعیف و مشکلات فنی، همه اینا در مقابل نگرانی اصلی هر سرمایه‌گذار ارز دیجیتال ایچه. اون نگرانی چیه؟ امنیت. و اینجاست که به یه پرچم قرمز خیلی بزرگ میرسیم. یه چیزی که روی همه این مزایا و معایب سایه میندازه. 47 میلیون دلار. فقط یه لحظه به این عدد فکر کنید. این مبلغیه که طبق یه گزارش توی یه حمله سایبری از کیف پولای کاربرای نوبیتکس دزدیده شده. خب این ادعای بزرگ از کجا اومده؟ از صفحه فارسی ویکی‌پدیای نوبیتکس. بر اساس این منبع، این هک بزرگ توی تاریخ 28 خرداد 1404 اتفاق افتاده. بله، درست شنیدید، 1404. یعنی یه تاریخی در آینده. خب این تاریخ اشتباه کل ماجرا رو میبره زیر سوال و باعث میشه به اعتبارش شک کنیم. اما چون این گزارش به اسم نوبیتکس گره خورده و خیلی‌ها در موردش شنیدن، باید ببینیم دقیقاً چی گفته شده. سرقت 47 میلیون دلار از پول کاربرا. جزئیات این گزارش هک هم خیلی شبیه سناریوهای دیگه است که شنیدیم. میگه هکرها به کیف پولهای گرم یا همون هات والت ها حمله کردن، یعنی همونهایی که برای معاملات روزمره به اینترنت وصلن. نوبیتکس هم طبق این گزارش گفته که کیف پولهای سرد یا کولد والت ها که بیشتر سرمایه اونجاست و آفلاینه امن موندن.
قول جبران خسارت از صندوق بیمه هم داده شده، ولی خب میدونید که اعتمادی که از بین بره به این راحتی‌ها بر نمیگرده. خب با همه ی حرفا حالا وقتشه یه جمع‌بندی کنیم، بیایم یه بار دیگه مزایا و معایب رو بذاریم کنار هم، ببینیم کفه ترازو به کدوم سمت سنگینی میکنه. این جدول خیلی خوب همه چیز رو خلاصه میکنه. یه طرف ترازو راحتی کاره، واریز و برداشت ریالی، قانونی بودن پلتفرم و یه رابط کاربری که برای تازه کارها خوبه. اما اون طرف وزن مشکلات واقعا زیاده. پشتیبانی افتضاح، پلتفرمی که موقع شلوغی بازار کم میاره و از همه بدتر اون علامت سوال بزرگ در مورد امنیت. پس خلاصه کلام اینه، نوبیتکس راه دسترسی آسون و داخلی رو جلوی پای شما میذاره، شکی درش نیست. اما این راحتی یه هزینه‌ای داره. کلی مشکل مستند شده که کاربرا باش درگیرن و یه علامت سوال خیلی بزرگ و نگران کننده در مورد امنیت سرمایه‌تون. و اینجا میرسیم به سوال آخر که جوابش با خود شماست. با همه این چیزایی که با هم دیدیم، آیا اون راحتی کار کردن با یه صرافی ایرانی به ریسک کردن روی مشکلات فنی و از همه مهمتر امنیتش میارزه؟ این تصمیمیه که هر کسی باید آگاهانه برای خودش بگیره.